بچه من محمد تار ایکس شاتر هستم. خیلی خوش اومدین به ویدیو. امروز قراره یکی از ویدیوهای ابوالفضل ایکس مستر رو ببینید. بچه ها خیلی ببخشید که چند وقتی که ویدیو نذاشتم، خیلی ببخشید. بریم که ویدیو ابوالفضل ایکس مستر رو ببینیم. بریم سراغ ویدیو. Here we go. سب گویز چطوری؟ من شما ابوالفضل ایکس مستر هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی چالش ترسناک آسانسور. یه سری چالش های خیلی معروف وجود داره، مثل احضار روح، چالش آسانسور، چالش چارلی، چالش مریم خونین، چه میدونم اینجور چالش های ترسناک وجود داره که خیلی اعتقاد دارن که این چالش ها واقعیه. شاید احضار روح واقعی باشه، خیلی هم امتحانش کرده باشن، اما یه چیزی رو افراد زیادی امتحان نکردن، اونم چالش آسانسوره. بذارین اول براتون توضیحش بدم، بعد بریم انجامش بدیم. چالش آسانسور اینجوریه که باید حتما اون رو داخل برجی انجام بدیم که حداقل 10 تا طبقه داشته باشه. بیشتر موردی نداره، اما کمتر مثلا 9 طبقه باشه، 8 طبقه باشه، اینا کار نمیکنه. و باید حتما از طبقه همکف شروع کنیم این چالش رو و از طبقه همکف وارد آسانسور بشیم. شما داره اگه شانستون بد باشه، توی ممکنه که شما رو بکشه. این توی حالت اول بود. توی حالت دوم اگه شانس بیارین، هیچ کس وارد آسانسور شما نمیشه و اگر کسی وارد آسانسور شما نشد، باید طبقه 1 رو کلیک کنین و برین طبقه 1. حالا این بکنم اون چالش همه چی عادیه و میتونین از و اگر برید بچه ما آماده ایم. الان میخوایم بریم طبقه همکف. شاید چالش رو از اونجا شروع کنیم. یه 2 نفری میخوایم بریم که اگه یه وقت اتفاقی افتاد 2 تامون به فنا بریم. What؟ آره، تو آسانسور باز شد، هنوز چالش رو شروع نمی کنیم بچه ها. هنوز باید بریم طبقه همکف. از اونجا شروع. آره، طبقه همکف. رسیدیم به طبقه همکف، از اونجا چالش رو شروع میکنیم. گفته بود برای چالش حداقل 10 طبقه نیازه. این برج 20 طبقه است. اوکی آقا، اومدیم همکف. وقت شروع چالشه. برو بریم داخل. بچه طبقات رو باید به ترتیب بزنیم. اول طبقه 4. آره علی، فرض کن یه درصد واقعی باشه، به فنا میریم. الان طبقه 4. اول میریم 4 که باز شد میریم 2. این 4مه. الان باید بریم طبقه 2. حالا بریم 4 2 چقدر قشنگه. 6 گرفتیم. خیلی استرس دارم. الان میریم 2. آره علی استرس داره. آسانسور بشه کل چالش خراب بشه، دوباره به از اول بریم. خب این طبقه دومه. الان یه اینجا 4 رو رفتیم، 2 رفتیم. الان باید بریم 6 تو بعد بریم 6. خیلی خب بسته شد. 4 رو رفتیم، بعدش رفتیم 2. الان میریم 6، بعد دوباره باید بریم 2 و بعد از 2 باید بریم 10. اینجا نشون میده طبقات داره جابجا میشه. الان داریم میریم 6. اگر طرف وارد آسانسور شه، ما چیکار؟ اصلا نباید باش حرف بزنیم. ول طبقه 6. الان باید بریم 4 2 6، دوباره باید بریم 2. دوباره باید بریم. دستش من خیلی احساسم. وای. در چی رو بسته نشد؟ یا امام زمان حاجی بسته نشد کامل. امام 4 2 6، دوباره داریم میریم 2. بعد از 2 میریم 10. وقتی اومد چیکار کنیم؟ دیگه نکات کنیم؟ وقتی اومد دیگه نباید صحبت کنیم، مثلا باش نباید نگاهش هم بکنیم، فهمیدی؟ بعدش خودش یه طبقه پیاده میشه میره، فهمیدی؟ الان دوباره شدیم 2. الان دوباره شد 2. حالا میریم 10. دارم ببین کم دستم دارن ولی میلرزن. وقتی برسیم به طبقه 5، اون موقع 2 تا شانس داریم. اگه بد شانس باشیم دختره میاد تو، اگه خوش شانس باشیم نمیاد تو. درسته چه؟ اما زمان چجوری؟ الان داریم میریم طبقه 10. وای این چالش ترسناک داریم جورمون رو به خطر میندازیم. بچه بریم. حاجی اگه تو اگه بیش ازش فیلم نباید بگیم، اصلا نشونش نمیدیم. پاهاشو نشون میدیم، دست و پاشو نشون میدیم و صورتشو نشون میدیم. خیلی خب الان رسید به طبقه 10. خیلی خب طبقه 10. حالا باید بریم طبقه 5 و اینجاست که دختره وارد میشه یا نمیشه. نمیخوام نگاه کنم. الان طبقه 5 زدیم. علی بگی اون تو نگاش نمی‌کنیم، فهمیدی؟ اون تو نگاش نمی‌کنیم. طبقه 5 رو زدیم. حاجی من اگه جدی در قلبم وایسته. طبقه 5 که اومد یه زنی عجیب و غریب که انسانم نیست میاد تو.
چرا خدا یا خدا وای الان میاد یا نه وای الان میدونی الان اینجا باید چیکار کنیم چه اتفاقی میفته طبقه پنجم رسیدیم اگه کسی نیومد باید بریم طبقه یک میزنیم روی طبقه یک ولی دو یه سر صدایی دارم صدای قدم زدن میومد خیلی خوب صدای قدم زدن میومد دیدیم علی ترسیده طبقه یک رو میزنیم اگه خوش شانس باشیم میره طبقه یک پیاده میشیم ولی اگه بد شانس باشیم میبرتمون طبقه 10 به جای طبقه یک و اگه ببرتمون طبقه نبردم اگه ببرتمون طبقه 10 وارد دنیای موازی میشیم ولی نبرد طبقه 10 بردمون طبقه یک خیلی خوب طبقه از یعنی اونا خوش شانس بود چالش نمافت موفق شد از اینکه سالم موندیم چه حسی داری؟ خیلی خوشحالی که سالم موندیم دیدین گفتم بچه اینا چرت و پرته اینا شعر و بره اون انذار ممکنه واقعی باشه ولی چالش آسانسور چیه خدایی چالش ترسناک که بعدی که دوست دارین انجامش بدم خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار